غروب یکی از روزهای خاکستری تابستان بود. تهران تازه داشت برقکشی خانه‌ها را تجربه می‌کرد. اما هنوز کوچه‌های خاکیش در تاریکی فرو می‌رفتند. بوی نفت چراغ‌ها با غبار جاده مخلوط می‌شد و هوا سنگین بود. روزنامه‌نگار، مردی 30 و چند ساله با سیبیل‌های باریک و چشم‌هایی که همیشه دنبال حقیقت می‌گشت، پشت میز چوبی کوچک دفترش نشسته بود. صدای ماشین چاپ از طبقه پایین می آمد و بوی جوهر تازه فضا را پر کرده بود. در همین حال پاکتی نخودی رنگ روی میزش افتاد. نه مهر داشت، نه نشانی. فقط یک خط قرمز باریک روی لبه‌اش کشیده شده بود. خطی که معلوم نبود خون خشک شده است یا جوهری ارزان. مرد لحظه‌ای مکث کرد، با دستی لرزان پاکت را باز کرد. داخلش تنها یک برگ بود. با خودنویس سیاه، خطی کج و نامرتب نوشته بود: من تا حالا 7 نفر رو سر بریدم. این تازه اولشه. زیر آن امضای لرزان اما پر رنگ زده بود: قاتل کلاه نمدی. قلب روزنامه نگار به شدت کوبید. او پیشتر بارها با نامه‌های ناشناس روبرو شده بود. تهدیدهای سیاسی، شایعات خیابانی، اما هیچ وقت با چنین اعترافی روبرو نشده بود. جوهر هنوز خیس بود. یعنی کسی همین چند دقیقه پیش این نامه را به دفتر انداخته. لحظه‌ای به پنجره نگاه کرد. بیرون کوچه خلوت بود. فقط سایه یک مرد با کلاه نمدی از سر پیچ گذشت. یا شاید خیالی بیش نبود. همان شب بیان که به همکاران چیزی بگوید، بلیط قطاری به سمت ورامین گرفت. به روستا رسید. غروب، کوچه های خاکی، سگ هایی که پیش از تاریکی زوزه می کشیدند و چراغ های نفتی که به تعجیل روشن می شدند. کت خدا وقتی فهمید او خبرنگار است گفت: آقا جان، اینجا شب مهمان نمی پذیرد. ما پرده ها را زود می کشیم، شما هم برگرد. اما او نرفت. شب اول در اتاق کوچک مسافرخانه قلم به کاغذ می کشید که صدای قدم هایی در حیاط پیچید. فانوس را خاموش کرد. از لای پرده نگاه کرد. هیچ کس نبود جز سایه بلند که در امتداد دیوار خزید و محو شد. باران بهاره از شب پیش باریده بود. کوچه های باریک روستا پر از گل و لای شده بودند و صدای چکیدن آب از ناودانهای کاهگلی مثل تیک تاک ساعت در سکوت شنیده می شد. هیچ کس جرأت نمی کرد بعد از غروب آفتاب بیرون بماند. سگها زنجیرهایشان را می کشیدند و پاس نمی کردند. فقط با صدای خشدار زوزه می کشیدند. انگار چیزی را می دیدند که چشم آدمی قادر به دیدنش نبود. یک شب پیرمردی ژنده پوش بازوی خبرنگار را گرفت. چشمانش سرخ بود. نفسش بوی خاک میداد. به خبرنگار گفت: این بو رو حس میکنی؟ بوی فلز، بوی خون. هر وقت این بو بپیچه مرگی رخ میده. خبرنگار پرسید: کیه؟ داستان چیه؟ پیرمرد لبهای خشکیده‌اش را تکان داد و گفت: یه سایه است، اما یه سایه که نفس میکشه. خبر تازه مثل شعله‌ای در باد پیچید. قربانیان دیگر فقط سر بریده نمی شدند. این بار شکنجه شده بودند. یکی را با دستهای بسته در ته قنات انداخته بودند. دیگری را نیمه زنده، زبانش را بریده، نگاهش خیره به جایی که هیچ کس نمی توانست ببیند. روستایی‌ها در مسجد جمع شدند. شمع‌ها یکی یکی روشن شد. پیرمردی گفت: این دیگه کار آدمی نیست.
قنات‌ها دهن باز کردن. جوانی جواب داد: آخه چرا فقط ما؟ چرا خون ما باید توی زمین بره؟ هیچ کس پاسخی نداشت. فقط نگاه ها به درخت کهن دوخته شد. همان درختی که سال قبل 7 خط روی خاکش پیدا شده بود. حالا روی تنش خراش‌های تازه‌ای دیده می‌شد. خراش‌هایی که از بالای تنه تا پایین کشیده شده بودند. انگار دستی با ناخن‌های آهنی آن را شکافته باشد. پلیس از شهر آمد. ماموران تفنگ به دوش شبانه اطراف قنات گشت می‌زدند. اما حتی آنها هم وقتی تاریکی روستا را بلعید دلشان لرزید. فانوس‌ها خاموش می‌شدند. صداها پژواک پیدا می‌کردند و هوای نم‌زده بوی فلز و خون می‌داد. چند شب بعد جسد یک مأمور پلیس در همان قنات پیدا شد. طناب بر دستهایش و خون خشک بر گلویش. خبر در روستا مثل برق پیچید. حتی قانون هم اینجا زانو زده بود. شکنجه ها ادامه داشت. هر جسد تازه داستانی از رنج می گفت. پاهای شکسته، چهره های له شده، بدنهایی که رویشان با تیغ خطوطی کشیده بودند. خطوطی شبیه همان خراش های روی تنه درخت. روزنامه نگار، همان که سال قبل نامه ها را گرفته بود، حالا بیشتر از همیشه درگیر شده بود. او دیگر فقط یک شاهد نبود. کابوس‌هایش او را تا قنات می‌کشاندند. بارها نیمه شب از خواب می‌پرید و حس می‌کرد صدای تقلا از دل زمین می‌آید. گاهی در خواب دست‌های گل‌آلود گلویش را می‌فشرد. یک شب وقتی به مسافرخانه برمیگشت، صدای قدم‌های پشت سرش پیچید. برگشت. کوچه خالی بود. اما روی دیوار کاهگلی با خون تازه نوشته شده بود: تو بعدی هستی. قتل‌ها بی‌وقفه ادامه یافت. خانه‌های زیادی بی صاحب شدند. زنها شوهرانشان را شبانه گم کردند. بچه‌ها پدرانشان را. فانوس‌ها تا صبح می‌سوختند، اما تاریکی باز هم چیره می‌شد. نامه تازه‌ای رسید. 37 نفر را سر بریدم و هنوز تشنم. روستا حالا 6 سال بود که در سایه ترس نفس می‌کشید. شب‌ها کسی چراغ را خاموش نمی‌کرد. خانه‌های کاهگلی مثل فانوس‌های پراکنده در دل تاریکی می‌سوختند. اما این روشنایی آرامش نمی آورد. فقط هراس را پررنگ‌تر می کرد. چراغ‌ها حالا بیش از آنکه نور باشند اعترافی بودند به ضعف انسان در برابر تاریکی. در همین روزها بود که نامه‌ای تازه رسید. این بار نه در دفتر روزنامه نگار، بلکه بی صدا روی ایوان یکی از خانه‌های روستاییان گذاشته شد. کاغذ زرد و تا خورده با خطی درشت نوشته بود: 67 نفر رو سر بریدم و هنوز سیر نشدم. امضا قاتل کلاهنمدی. اعداد مثل پتک روی سر مردم فرود آمدند. شایعه ها پیچیدند. آیا واقعا 67 نفر کشته شدند؟ پس چرا هیچ کس همه قربانیان را نمی شناسد؟ آیا بعضی از اجساد هرگز پیدا نشدند یا قاتل دارد با ذهنشان بازی می کند؟ شبها صداهایی از قنات شنیده می شد. گاهی ناله‌ای بلند، گاهی خنده‌ای خفیف. سگ‌ها به سمت دهانه قنات پاس نمی‌کردند. فقط سرشان را پایین می‌گرفتند و زوزه‌ای کشدار سر می‌دادند. انگار که می‌خواستند هشدار بدهند ولی جرأت نداشتند. در مسجد زمزمه تازه‌ای پیچید. شاید این کار یک نفر نیست. شاید قنات خودش قربانی می‌خواد. روزنامه نگار دیگر آرام و قرار نداشت. نامه ها روی هم جمع شده بودند.
هر کدام بوی نم و آهن میدادند. او هر شب پشت میزش می نشست و خطوط را با ذره‌بین نگاه می کرد. بعضی حروف انگار با دستخطهای متفاوت نوشته شده بودند. آیا یک نفر می نوشت یا گروهی در پشت این نقاب بودند؟ شاید قوی تر شد. بعضی گفتند قاتل اصلا انسان نیست، شبیه که هر بار با چهره تازه ظاهر میشه. بعضی هم گفتند اون همان پیرمرد نگهبان قناته که سالهاست با خون مردم پیمان بسته. اما هیچ کدام جرئت نکردند بلند این حرفا را بزنند. یک شب بارانی تند بارید. رود کوچک از کنار روستا عبور کرد و آب گلالودش قنات را پر کرد. صبح که مردم رفتند دیدن روی سطح آب لکه‌های قرمز شناور است. خون یا گل سرخی که با باران آمده بود. هیچ کس نمیدانست. فقط ترس بیشتر شد. پلیس این بار جدی‌تر رد پاها را دنبال کرد. هر رد پا به جای ختم می‌شد. اما ناگهان قطع می‌شد. انگار قاتل از دل زمین بیرون آمده باشد یا در تاریکی فرو رفته باشد. هفته‌ها گذشت تا بالاخره ماموران به سرنخی جدی رسیدند. رد خون و خاک به کلبه متروکه در بیابان اطراف روستا. کلبه در دل بیابان بود، با دیوارای فرو ریخته و بوی رطوبت کهنه. مردم میگفتند سالهاست کسی در آن زندگی نکرده. وقتی ماموران فانوس‌ها رو بالا گرفتند، سایه‌ها روی دیوارا میرقصیدند، شبیه آدمایی که بی صدا تو صف ایستادن. در کلبه باز شد. تاریکی درونش مثل گودالی بی انتها دهان باز کرد. هیچ صدایی نبود جز صدای قلب‌هایی که تند میزنند. ماموران قدمی جلو گذاشتند. کف اتاق رد خراش‌های دیده میشد. 7 خط عمیق روی خاک سفت. روزنامه‌نگار هم همراهشان بود. فانوس را بالا گرفت. نور لرزان برای لحظه چیزی را نشان داد. شاید تکه پارچه خونی یا شاید فقط سایه خودش بود. همان دم از اعماق کلبه صدای بلند شنید. نه فریاد، نه خنده، بلکه چیزی شبیه زمزمه دست جمعی. انگار 10 نفر همزمان زیر لب چیزی را میگفتند. مأمور جوانی گفت کسی از اونجا؟ جوابی نیامد. فقط تاریکی مطلق بود. و درست همونجا فانوس‌ها یکی یکی لرزیدند. نورشان کم شد و کلبه در سیاهی مطلق فرو رفت. روستا با دلی لرزان باقی ماند، بی خبر از اینکه چه چیزی در آن کلبه انتظارشان را می‌کشد. 7 سال تمام مردم هر شب با کابوس صدای قناتا خوابیده بودند. حالا خبر دستگیری قاتل مثل جرقه‌ای در تاریکی همه جا پخش شد. بعضی اشک شوق ریختند، بعضی قسم خوردند خودشان تناب دار را دور گردن او میاندازند. اما هیچ کس باور نداشت موجودی که با سایه و ترس حکومت میکرد حالا در قفس آهنی یک پاسگاه پوسیده افتاده باشد. روزنامه‌نگار همان که اولین نامه را گرفته بود اجازه یافت تا در بازجویی شرکت کند. در اتاقی تنگ و نیمه تاریک مردی نشسته بود با کلاه نمدی سیاه. چشمایش در فروغ چراغ نفتی می درخشید. نه از ترس، نه از پشیمانی، بلکه از چیزی شبیه به آرامش. سرباز جوانی با خشم روی میز کوبید. بگو، چرا این کارا رو کردی؟ چرا این همه آدمو سر بریدی؟ مرد سرش را بالا آورد، بی آنکه پلک بزند گفت من کار خدا را انجام دادم. خونشون باید میرفت توی قنات. جمله مثل خنجری سرد در هوا ماند. هیچ کس چیزی نگفت. روزنامه‌نگار اما دستهایش لرزید. چرا قنات؟ چه رازی در این چاه‌های تاریک بود؟ بازجویی ادامه پیدا کرد. هر بار از او پرسیدن تنها یک چیز را تکرار کرد. قنات تشنه است. من فقط آبش کردم. وقتی ماموران پرسیدن قنات از کی تشنه است، لبخندی زد و گفت از وقتی شما یاد گرفتین شبها در روستا چراغ روشن کنین، تاریکی رو ازش گرفتین. حالا باید با خون جبران میشد. این حرفها بین مردم پیچید. بعضیا گفتن اون دیوونه است. بعضی دیگر اما به یاد آوردند که پدر بزرگهایشان همیشه از جن قنات میگفتند. از موجودی که در نیمه شب چراغ روشنی میدید
نفرین میکرد. ترس قدیمی دوباره زنده شد. روز اعدام فرا رسید. میدان خاکی روستا پر شد از جمعیت. زنها بچه ها را بغل کرده بودند. مردها زیر لب آیه می‌خواندند. طناب دار در وسط میدان آویخته بود، مثل خطی بیرحم بین آسمان و زمین. قاتل را آوردند. پاهایش روی خاک می‌کشید، اما چهرهش هنوز آرام بود. حتی وقتی طناب را دور گردنش انداختند، خنده محو روی لب داشت. او زیر لب گفت: شب‌هاتون کوتاه میشه، اما قنات هنوز بیداره. مردها فریاد زدن، نفرین کردند، بعضی سنگ پرتاب کردند. جلاد زیر پایش را کشید. بدن مرد در هوا تکان میخورد. سایه‌اش روی دیوار مسجد افتاد. لحظه‌ای سکوت همه جا را گرفت. بعد جمعیت منفجر شد. بعضی خوشحال، بعضی هنوز مضطرب، بعضی ها نیز سجده شکر به جا آوردند. پس از 7 سال خون، مردی لاغر با کلاه نمدی سیاه، چشمایش خشک و خیره، شبح چاه خون، یک آدم بود. اما همون شب روزنامه نگار در اتاق مسافرخانه صدایی شنید. از دریچه قنات زیر زمین ناله‌ای بلند شد، صدای خفه، انگار 10 گلو با هم می نالیدند. فانوسش ناگهان خاموش شد. تاریکی همه جا را بلعید. او فقط یک جمله شنید: قاتل مرد، اما سایه هنوز نفس میکشه. امروز 64 سال بعد هنوز در روستا کسی شب بیماه بر دهانه قنات نمی ایستد. پیران روستا میگویند قاتل کلاه نمدی فقط نوکر بود. شبح چاه خون هنوز در اعماق زمین زنده است و هر وقت چراغی روشن شود تشنگیش بیدار می شود.